اومدن بین مردم جا انداختن که رنگ قرمز یه رنگ دهاتیه و هر کی لباس قرمز بپوشه خیلی آدم بی‌کلاسیه و رسانه، مد، مدیا تمام تلاششون رو کردن که رنگ قرمز رو بین مردم منفور کنن. فرش‌های قرمز قدیمی شد، پرده‌های قرمز، مبلمان قرمز و کلا رنگ قرمز رو از تو دکوراسیون خونه و از توی فشن و استایل و مد اومدن حذفش کردن. چرا این کارو کردن؟ چون سیستم میدونه که رنگ قرمز ارتعاشاتی داره که میتونه چاکرای ریشه شما رو فعال کنه. اگه رنگ قرمز بین مردم زیاد بشه استفادهش و چاکرای ریشه انسان ها فعال بشه، اون انسان تبدیل میشه به یک انسان پر انرژی، با اراده، با انگیزه. تبدیل میشه به یک ابر انسان که به هیچ عنوان هیچ گونه بردگی رو قبول نمیکنه. مادر بزرگای ما، عشایر ما، لباسهای محلی خیلی از قومیت‌های ما رنگ‌های قرمز و نارنجی و کلا رنگ‌های شاد و گرم داشت و اگرم دقت بکنید اونها بیشتر از ما انرژی داشتن برای انجام دادن فعالیت‌های روزمره‌شون. اصلا با افسردگی بودن. اما الان که رنگ‌های گرمی مثل قرمز، نارنجی و زرد از بین مردم حذف شده و این رنگ‌ها نماد بی‌کلاسی و دهاتی بودن شده، افسردگی‌ها هم بیشتر شده و اونقدر چاکرای ریشه انسان‌ها مسدود شده که حتی کوچکترین انرژی و توانی برای انجام دادن فعالیت‌های روزمره خودشون ندارن.